سلامتی رسیدیم اولین جای دیدنی و تاریخی شهر جهرم، غار سنگ شکن یا سنگ شکنان هم میگن. بریم از زیبایی این غار لذت ببریم. فکر میکنم نمای جهرم هم از اون بالا پیدا بشه. قبلا این حصارا نبوده. خیلی هم آفتابش سوزانه، با وجود که آخر شهری بره ولی همچنان میسوزونه. اینم غار سنگ شکن. غار سنگ تراشان یک غار دستساز در شهر جهرم است که به بزرگترین غار دستساز جهان معروف شده است. از این غار به عنوان غار سنگ اشکن، سنگ شکنان و سنگ شکن نیز نام برده می شود. این غار در دامنه شمالی البرزگو در جنوب شهر جهرم قرار گرفته است. غار سنگ اشکن مجموعه‌ای از دهانه‌ها و ستون‌هایی است که به صورت دالان‌های متقاطع دیده می‌شود. این دالان‌ها بر اثر برداشت و استخراج سنگ‌های سفید آهکی به وجود آمدند و از آن به عنوان بزرگترین غار مصنوعی جهان یاد می‌کنند. البته غارهای مصنوعی بزرگتر از این غار نیز در جهان وجود دارد، اما اکثر آنها به شکل یک تونل با دالان‌های سراسری هستند و بر اثر استخراج مواد معدنی با وسایل مکانیکی و ماشینالات مختلف ایجاد شدند. بنابراین میتوان گفت غاری بزرگتر از این غار که کاملا دستساز و به این شکل خاص، یعنی دارای دالان‌ها، ستون‌ها و دهانه‌های متعدد باشد، وجود ندارد. طول و عرض دهانه‌ها و اندازه ستون‌ها متفاوت است. طول غار حدود 350 متر و عرض آن 150 متر است که وسعتی حدود 4 هکتار را در بر می‌گیرد. ارتفاع آن 3 تا 4 متر است که در انتها به کمتر از 1 متر هم می‌رسد و در مجموع دارای 12 دهانه و 100 ستون است. تاریخ برداشت سنگ به این صورت و از داخل غار به حدود 350 سال قبل، یعنی از دوران صفویه، توسط شخصی به نام کاظم خان فرزند خواجه اسماعیل برمیگردد. پس از او فرزندان استاد کاظم و شاگردانش به این کار ادامه می‌دهند و سپس در سالهای بعد تا دوران معاصر افراد دیگری به این کار مشغول می‌شوند. سنگ‌های استخراج شده از این غار در خانه‌های قدیمی جهرم، مسجد جامع عتیق شیراز، مسجد نو شیراز، حرم احمد بن موسی، باغ ارم، بانک ملی مرکزی شیراز، امامزاده اسماعیل جهرم، حوزه علمیه خان جهرم و بیمارستان نمازی شیراز استفاده شده است.
دوستان خوبم، الان حدود ساعت 11:40 ظهر ولی خیلی گرمه. اصلا گوشی من داغ کرده وقتی توی آفتاب فیلم برداری میکنم. ولی غار خیلی قشنگ بود همونجور که دیدید و هنر دست ایرانیان قدیم شایسته تمجید و تحسین هست که چطور اون زمان با داشتن امکانات کم چنین چیزی رو خلق کردن. ان شاءالله قسمت بشه و تشریف بیارید و ببینید. خب بریم دور بزنیم برگردیم. اینجا هم قدمگاه جهرم. قدمگاه جهرم یا آتشکده جهرم بنایی بر فراز تپه‌ای بر البرزگو در جنوب شهر جهرم است. این بنا شباهتی به شبستان‌های مسجد دارد و شامل طاق‌های رو به شمال در کنار یک آب انبار است و احتمال می‌رود که آتشکده‌ای مربوط به دوره ساسانیان باشد. در گذشته در قدمگاه جهرم سنگی قهوه‌ای رنگ وجود داشت که با قطعه سنگ دیگری که نوشته‌ای در وصف این بنا بر روی آن حک شده بود به سرقت رفت. روی آن سنگ حفره‌ای وجود داشت که برخی آن را جای نگهداری آتش و برخی جای سم دلدل اسب امام علی پنداشتند. مردم نیز با قدمگاه خواندن این مکان در ایام مختلف برای انجام مراسم مذهبی و راز و نیاز به آنجا می رفتند. اما با توجه به شواهد موجود می توان نتیجه گرفت که این بنا با ظهور اسلام مانند هزاران بنای دیگر تغییر شکل داده و صورت اسلامی به خود گرفته است. قدمگاه جهرم در 11 مرداد سال 1384 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. دوم مکانی که سر زدیم آتشکده قدمگاه جهرم. اطرافش هم جور که میبینید پر از زباله هست و یه تابلو کوچیک هم بیشتر نداره. میطلبه که خیلی به این مکان تاریخی بیشتر رسیدگی بشه. داریم میریم به سمت غار ورا. از این کوچه باغا باید رد شیم. ما تا آخر جاده اومدیم که نوشته بود غار ورا. فکر میکنم اون باشه ولی خب خیلی گرم الان واقعا نمیشه رفت. بودن ساعتی که بعد از ظهره. اگر خواستین تشریف بیارین ببینید لااقل توی فصل پاییز و زمستون باشه. فیلم که زوم کنیم مشخصه. دهانه غار و اتاقک‌ها. غار ورا یا معبد خورشید غاری در دامنه البرزگو در جنوب شهر جهرم است.
ورا در فارسی میانه به معنای دژ، قلعه، بلندا، کنار و پهلو آمده است. پیشینه تاریخی این غار به 4 دوره تاریخی تقسیم می شود: دوران باستان تا زمان ساسانیان، دوران ساسانیان تا اسلام، دوران پس از اسلام و دوران معاصر. دوران باستان تا زمان ساسانیان. غارهایی که دارای 7 حوضچه بوده و در بلندای کوه قرار گرفته باشند، نیایشگاه مهر هستند. 7 عدد مقدس آیین مهر است. مهرپرستان در هنگام خشکسالی دعا و نیایش برگزار می‌کردند. می‌توان گفت با توجه به اینکه غار در جهت برآمدن خورشید قرار داشته است، از آن برای نیایش بامدادی سود می‌بردند و مراسم قربانی نمودن گاو را برگزار می‌کردند. دوران ساسانیان تا دوران اسلام. در این دوران آثار مجسمه مهر زدوده شده، اما مهر به صورت یک فرشته مورد نیایش مردم بوده است. دوران پس از اسلام تا دوران معاصر. این غار با داشتن موقعیت سوق الجیشی مناسب و ایمنی کافی و همچنین آب گوارایی که از سقف غار می‌چکد، به همراه جانوران و پرندگان شکاری دره مجاور و کشتزارهای دنگ، محل سکونت کوهی‌ها و عیاران بوده و مزار چند کلانتر پهلوان در نزدیک رودخانه وجود دارد. دوران معاصر. در دوران معاصر این غار مورد استفاده شکارچیان بوده که متاسفانه از سوی ایشان آسیب‌هایی به غار وارد شده است. اما در سال 1316 تا سال 1320 نخستین دوره بازسازی آن آغاز شد. همکنون نیز با همیاری مردم نیکوکار جهرم، کار بازپیرایی غار و پیرامون آن توسط کوهنوردان در حال انجام است. سفر کوتاه ما به شهر تاریخی جهرم در استان فارس. تا فیلم بعدی، بدرود.